نوع دیگری از تحریف جاهلانه بود. اینو ماها خیلی درگیرشیم. اینو میخوام بگم امشب اشاره کنم که خدای نکرده ببخشید بعضی از اینها ما دچار اغراق‌ها و غلوها میشیم به خاطر احساسات پاکمونه. اینجا پدر سوختگی هم هستا، یعنی چون ضربه میزنین تحریف‌ها. نمونه‌هاشو خیلی زیاد داریم. من 2-3 مورد بگم. مولا حسین کاشفی که سبزواری بوده، خدمت شما عرض می‌کنم این 1910 احتمالاً وفات پیدا کرده. کتابی نوشت به اسم روضة الشهدا. میدونید دیگه اون برهه سبزوار بیهق کانون تشیع بود، نیشابور کانون اهل تسنن بود. یعنی بزرگان اهل سنت شما میتونه نیشابورن، تو بزرگان تشیع تو کجان؟ توی بیهقن. این مولا حسین کاشفی هیچ کی نفهمید بالاخره شیعه است یا سنی. جای شیعه ها میومد شدید متاسف فلان. بعد اینم بگم سبزواری‌ها خیلی متعصبم بودن بر تشیع، خیلی اون که تو تاریخ آمده. شاید مطهری حماسه حسینیشو بخونید اشاره میکنه. بعد اما این طرف در مقابل این هی قدرت میگرفتن. مولا حسین کاشفی اومد اولین کتاب مقتل اینجوری فرض بکنید به زبان فارسی نوشت. یک سری مزخرفات رو برای اولین بار اومده خودش باب کرد اون تو. کسایی که بی سواد بودن نمیرفتن کتب عربی بخونن، میومدن به همین فارسی چیکار میکردن؟ اکتفا میکردن. آقا ماجراها داره ها. همین که ماها امروز میگیم روزه خونی، بریم روزه، برای چی بوده؟ از همین کلمه اسم هم کتاب مونده. طرف میشه کتاب روضة الشهدا رو باز میکرد از رو همون میخوند، میگفتن بریم مراسم شاهنامه خانی، حافظ خانی، چی؟ روزه خانی. هم کلمه روزه از اون مونده. آقا یک سری قلوب‌ها، مثلا حضرت لیلی اصلا تو کربلا نبوده، ماجرا حضرت عروسی حضرت قاسم و بعدش همین دامن زد به این مسئله ملا علی دربندی. تو این کتاب اومدن آقا اصلا چیزی که 1,600,000 نفر اومده سپاه امام حسین رو سپاه چیزو عمر بن سعد رو حساب کرد. 1,600,000 نفر از کجای کوفه در آوردی؟ همین الان کوفه 1,600,000 نفر جمعیت داره آخه پدر بیامرز. بعد تازه اونقدر نظامیای اون موقعش پدن رفتن اون موقع 1400 سال پیش. خدا پدرتو بیامرزه. میگه امام حسین 300,000 تا از اینا رو کشته. یا الله همین الان امام حسین تو هر ثانیه یکی رو کشته باشه. قبول؟ 300,000 تا تقسیم بر 60 کن بشه تو دقیقه چقدر در میاد. بعد تقسیم بر یه 60 دیگه کن تو ساعت چقدر در میاد. میدونی چند ساعت میشه؟ 80 خورده ساعت میشه. بابا یه روز عاشورا بوده دیگه تا ظهر عاشورا تموم شد جریان. فقط اگه امام حسین کله صبح گفته همه بشینید من یه تنه میرم میدون. خب بابا یهودی مسیحی میاد میشینه خب میخنده به ما دیگه، میگه چیه؟ نقل میکنیم مراقب. همین بحث بدا در امامت علی اکبر مال همین خدمت شما عرض بکنم که اسرار الشهاده ملا علی دربندیه. با اشاره به یک نصره بابا اینا باید بحث بشه فلان به همان. اون بحثی که توی راز زوری من خودم اشاره کردم، گفتم بعضی ها میگن حضرت علی اکبر فلان، بعضی ها همین بودن. منظورم آقا یعنی چی این مباحث فلان؟ یک چیزای احساسی عروسی میگن امام حسین نماز خوف خون اونجا. نماز خوف یعنی سریع سرتر کار هم آوردن، سریع نمازو بخواست بخونه بره تموم بشه بره. میگه تو همون هیروبی در حادثه کربلا خیلی هم نقل شده که چه شد؟ هیچی. امام حسین گفتش که من باید هجله قاسم رو ببینم، یه هجله عروسی درست کنید. نماز خوف خورده تو اون هیروبیر هجله عروسی درست کرده. بعد گفتش که من باید دختر خودم به عقد پسر برادرم قاسم درم، بچه 13 ساله نوجوان 13 ساله رو بعد همینجا مثلا او داماد بشینم عروس، من عروسیشون رو ببینم اینا آرزو به دل. آقا مگه پیر آیه الان ما هستیم به پسر میگه زن بگی ما آرزو به دل نمیریم. تو امام میفهمی یعنی چی؟ خیلی از اینها اصلا غلط در میاد. نه این مثالی که بارها من شما شنیدیم، بارها ما خودمون شنیدیم ها، نه که تو کتابی بخونیم. حضرت علی بالا منبر بود داشت خطبه خوانی میکرد، به یک باره آقا امام حسین گفت من تشنمه. یه نگاه این ور اونور کرد، حضرت عباس علیه السلام دست بلند شد گفتش که من میرم آب میارم. رفت یه کاسه گذاشت رو سرش بودو آورد که سری برسونه به آقا امام حسین. حضرت علی این صحنه رو دید گریست، آن ماجراهای آب و تاب و فلان. میگه آقا من گفتم رفت برگشت ماجراها داره، 2-3 بار خود رو زمین دوباره رفت آب بیاره، گویا قرار آب به ابا عبدالله نرسه و فلان اینجا مثلا. آقایی که شما باشی بیاد بررسی بکنید.
آقا امیرالمومنین به غیر از برهه‌ای که در خلافت بوده خطبه نمیخوانده. میشده سال 36 هجری تا 41. سال 36 تا 41 امام حسین 32 سالش بوده. شما اگه میپذیری همین الان من دارم صحبت میکنم یا آقای الان امامم نه یا آدم عادی یه 15 ساله باشه من آب بخوام، بعد یکی دیگه آقا من میرم آب برمیدارم میارم. ما نیاز نداریم آقا. اهل بیت ما اینقدر بزرگواری ها دارن، نیاز به اینجور چیزا نداریم. تحریف های جاهلانه که به عمد دشمن مورد استفاده قرار میده، مورد سوء استفاده میکنه بابا اینا رو. ما باید مراقب باشیم. برخی از اینها والله بالله توطئه های 100 ساله میچینن، توطئه های 100 ساله. آقا اومدن گفتن عکس فلان امامه، باور نکنی ها. نمیدونم اینو تو موزه ما بوده، برو موزه تو وردی ببینم مطمئن. چون اینا پدر سوخته. کاری که در مورد کی اجرا کردن این طرحو کی میدونه؟ احسن حضرت پیامبر اجرا کردن این طرحو. من عکسشو دارم، ابا دارم نشون بدم، اصل عکسیو دارم، اونی که روش نقاشی هم کشیده شد دارم. اینقدر زرنگ اومدن یه بچه‌ای رو پیدا کردن در تونس، یه نوجوانی که بر مبنای کتب شدیداً شبیه به پیامبر میخورد باشه. نه که پیغمبر که ندیده بودن که، مثلا گفتن چشماش اینجوریه، یه خالی بر گونه داره، نمیدونم لباش اینجوریه، چونش اینجوریه، موهاش اینجوریه، قدش فلان. گفتن این با اون جوره. میدونی که این پدر سوخته ها یک تخصص عجیب غریبی هم تو چی داشتن؟ تو چهره شناسی. یعرفونه کما یعرفونه ابنا. اومدن گفتن آقا ما یه عکسی پیدا کردیم اینجوری تو موزه های ما بوده، ایتالیایی بوده، رفته پاشده کشیده فلان کشیده و با زغال و نمیدونم چی و بحیرا کشیده از این ماجرا. آقا نگاش می‌کردی میگفتی بر مبنای آنچه که در کتاب ها اومده چیه؟ جوره. آره اما قطعا این حالا نمیدونیم چه میدونیم راسته درو. بذار فلش من نشون بدم دیگه. والا آخر میبینید شما این تصویر درسته؟ آقا جوره. این عکس با آنچه که در تاریخ آمده چیه؟ جوره. یعنی مثلا بینی پیامبر اینجوری باشه، چشماشون اینجوری باشه، فلان و همان اینجور چیزا. آقا یه خورده جور در میاد. و میدونید نزدیک صدها شکل هم میتونه باشه. بینی باریک یعنی چقدر؟ مثلا چه جوری؟ 100 نوع بینی شما میتونی بکشی. یعنی چی؟ بعد اومدن این عکس رو کرد. این عکس واقعی 1904 بوده، چند بوده، از یه جوان تونسی یک اروپایی میگیره. ببین اینجوری میاد طرف. این عکس هم خودش رو میکنه ها، میذاره دل ببندی یهو این رو میکنه. کسایی که غالبا احساسی هستن چیکار میکنن؟ اینجا فرو میریزن ها. کسی که بر مبنای عقلانیت پیشرفته نه مولا نباشه. حالا مثلا این شکل نه باشه، این عکسش نبوده. اون چی درسته؟ ببینید فلذا عزیزان نسبت به این مسئله ما آگاه باشیم، مبادا خودمون بیایم دست بزنیم. آقا و تو یک کتابی داشتم میخوندم، مات مونده بودم این چیه این کتاب چجوری مجوز چاپ گرفته. حضرت علی در خیبر رو کند، پرت کرد به سمت آسمان. آسمان اول رو رد کرد، آسمان دوم رو رد کرد، آسمان سوم رو رد کرد، چهارم رو رد کرد. خدا دید فرشته‌ها دارن میدوئن. گفت چی شده؟ گفت خدای آسمان چهارم با این اسپیدی که ما در نظر گرفتیم شتاب اولی و فلان پاشو که الان میاد به هفتم هم میرسه. خب بابا این آیه در شأن امیرالمومنین هست. این ببین شک نکنید ایناش که اینجوریه دیگه چی؟ من دیگه شک دارم این جهل نیست. علی ابن ابی طالب ذوالفقارش در خدمت اسلام بوده، اما قدرت بوده، ید الله اسد الله الغالبه، لعنت بر هر کسی که بر این مسئله شک داشته باشه. اما حواسم هست مزخرف نگو، اغراق و غلو. امیرالمومنین با کسایی که بهش میگفتن انت چجوری برخورد کرد؟ اومدی بعضی بهش میگن انت. گفت من چی؟ خدا مرگتان بده. همینجوری اومد تو تاریخ. گفتم تو خدایی. گفت منظورتون اینه که آدم بزرگم، میخواست ببینه اینا برن، دوست نداشت. گفت نه منظوری تو خدایی. گفت من خدام. گفت تو خدایی. این مزخرفا رو برای چی میگید؟ مگه نمیگی خدا کریمه؟ تو هم کریمی. مگه نمیگی خدا رزاقه؟ تویی داره نون ما رو هر شب میدی. تو نبودی که ما گشنگی میمردیم. همینجوری دوری مزخرفاتی گفتن. امیرالمومنین تمام اینها رو باشون برخورد میکنه. برخورد چیه؟ قتل. دو تا چاله میکنهشون تو این چاله، تو این یکی آتیش درست میکنن، دودش اینا رو خفه میکنه. به من دو بار بگن استاد یه وا میری.
بابا اون نیاز نداره ببینه، او در مقابل تحریف نیسته. چه آن تحریف از سوی تحریف این نفهمها و جهالی باشه که به عنوان خوارج میشناسیم، چه آن تحریفی که کیا باشن؟ این کسایی که غلو میکنن در وصفش. و بزرگترین تحریف تاریخ در مورد ظهوره. در این هم شک نکنید عزیزان، چنان مسئله ظهور رو اینها دیگه جاهلانه نه، آمدان آماج رگبار خود و موشکباران خودشون قرار دادن که در تاریخ ما نظیر این رو نداریم. هیچ چهره‌ای نذاشتن از منجی آخرالزمان تو کتب خودشون درست حسابی بمونه، همه رو زدن و اومدن سراغ من و شما، در این هم تحریف به وجود آوردن. میری توی مدرسه رفتیم در یک دبیرستان دخترانه آمار گرفتیم، بیش از 80% اینها فکر می‌کردن امام زمان بیاد گردن میزنه. بابا مگه امام زمان اومده قتل و کشتار را بندازه؟ امام زمان میاد حلم ناصر میگه؟ مگه اجدادش قتل و کشتار را انداختن کی باشه؟ اصلا جهاد ابتدایی میدونید در آیین ما، چون برخی در دین تعریف به وجود آوردن انجام هم دادن، در آیین ما جهاد ابتدایی نداریم. ابتدا به ساکن حمله‌ای صورت نمیگیره. برای چی در جنگ صفین امیرالمومنین هی آدم فرستاد هی با تیر زدن؟ میگفتن چرا؟ میگه بعد حجت رو بر من تمام کنه. کجا آقا اینا اومدن رفتن فلان کردن؟ نه. از راه میاد اینا هم قطار سوار اسبش میشه تا همینجوری گردن میریزه دیگه، دونه شمشیر گرفتن گردنا رو میاره همینجوری. آقا یعنی چی؟ اینا رو نگید شما رو به خدا. امام مهر و محبته، امامی که هر لحظه پرونده ما میره زیر دستش اشک میریزه، میگه خدایا به مهدی اینا رو ببخش. این امامی که بیاد گردن بزنه، بله اونایی که شمشیر میکشن اسلحه به دست میگیرن با اونو برخورد میکنه، اما این امام مهر و محبته، امامی که معدن علمه. امام میاد اینا طالب به دم المقتول به کربلا، بله میاد انتقام میکشه از اونهایی که و مشخصه به دم المقتول به کربلا، اینا طالب به ذهول الانبیا، نه که حالا بیاد بچه رو ردیف کنیم و گردنشون بزنم. تحریف تا اینجا آمده و اینقدر اینها بر مسئله کتب خودشون حساسن که جالبه. از طرف ما تحریف رو همون مزخرفات تحریف شده خودشون بسیار پایبندن. ما بر اصول خودمون، بر حق خودمون این گونه مجتمع نیستیم که اونها بر باطل خودشون مجتمعن. هست آقا نمونه‌های مختلفش.